به نام خداوند بخشاینده و بینهایت مهربان شروع میکنیم از نخستین روزی آموزش قدم به قدم ورد. در نخست در قسمت رن نوشته میکنیم این ورد تا صفحه ورد برای ما ظاهر شود. عزیزان دل، به عنوان یک کاربر دانستن 4 نکته لازمی، ضروری، حتمی، حیاتی میباشند. 1. تعریف برنامه. 2. داکومنت. 3. بلانک داکومنت. 4. اجزای برنامه. درباره اجزای برنامه صحبت میکنیم. اجزای برنامه عبارت از کپشن بتن میشه که برای کلیس کردن و نمایش کردن صفحه استفاده میشه. حساب برنامه تایتل بار یاد میشه. حساب برنامه کویک اکسس بار یاد میشه که ما از شارتکت استفاده میکنیم از قبل سیو کردن، اندو کردن، ریدو کردن. و این قسمت هر کدامش برنامه تاب یاد میکنه. تاب هوم، تاب انزرت، تاب دیزاین، تاب لیاوت. و از این ساعت تا به این ساعت برنامه رایبون یاد میکنه. این ساعت برنامه استاتیس بار یاد میکنه. یک میلی معلوماتی میباشه. این ساعت برنامه پیج لیاوت یاد میکنه که ما در برنامه ورد 5 صفحه نمایش داریم که در تب ویو آشنایی پیدا میکنیم از قبل رید مود، پرینت لیاوت، ویب لیاوت، آوتلاین، درافت. این ساعت برنامه زومریا یاد میکنه. این ساعت برنامه اسکرول بار که اولین بحث ما از تب هوم شروع میشه. برای اینکه متن آماده در صفحه ما شود یک فرمول داریم. فرمول ما است مساوی رند قوس باز ساین تر. نخستین دستوری که در قسمت موجود میباشه برنامه کت است. کت سایه انتخاب شده را کت میکنه. کنترل زد پس به حالت اول میاره. کاپی از سایه انتخاب شده کاپی میگیره و در قسمت میگیم پیست. پیست منبع کت و کاپی میباشه. اگر کت بکنیم هم پیست کردن میتونیم، اگر کاپی بکنیم هم پیست کردن میتونیم. فرق بین کت و کاپی دیسته. کت منبع را از بین میبره اما کاپی منبع را از بین نمیبره. دستوری بعدی به نام فرمت پاینتر میباشه. فرمت پاینتر شکل و دیزاین یک متن برای متن دیگه علاوه میکنه. و قصد چنین کار متن خود انتخاب میکنیم، بولد میسازیم، بزرگش میسازیم، یک رنگ بالش تطبیق میکنیم و کرسر بالای پاراگراف اول قرار میدیم. میگیم شکل و دیزاین پاراگراف اول ما بالای پاراگراف های بعدی تطبیق شود. و قصد چنین کار بالای فرمت پاینتر کلیک کرده و بالای متن های بعدی تطبیق میکنیم. نمیگیم کنترل زد نمیخوایم. دستوری بعدی به نام پیست میباشه. دوستان عزیز، ما میتونیم در برنامه ورد به 3 شکل پیست بکنیم. و قصد چنین کار متن خود انتخاب میکنیم، بولدش میسازیم، بزرگش میسازیم، یک رنگ هم بالش تطبیق میکنیم و کاپی میگیم و میگیم در سایه پایین. 1. به مو شکل و دیزاین را که ما تطبیق کردیم. 2. به شکل بولد. 3. به شکل ساده. میگیم وارد پیس اسپیشال میشیم. ما میتونیم از طریق پیس اسپیشال با فرمت های مختلف پیست بکنیم. وارد پیسلینگ میشیم. پیسلینگ چیست؟ در صورت خواسته باشیم یک جدول به گونه ارتباطی وارد برنامه ورد بسازیم، از دستوری پیسلینگ استفاده میکنیم. با قصد چنین کار وارد برنامه اکسل میشیم. فرضاً این جدول ماست. جدول چی است؟ جدول CIT است. کنترل انتر جدول پر میسازیم، کنترل سی کاپی میگیریم، وارد برنامه ورد میشیم. پیست اسپیشال، پیسلینگ، اوکی. ما تانستیم یک جدول آماده را به گونه ارتباطی وارد برنامه ورد بسازیم. نمیگیم نمیخوایم، دلیتش میکنیم. دوباره یک متن آماده در صفحه میسازیم، مساوی رند قوس باز ساین تر. دستوری بعدی به نام بولد میباشه. بولد متن ما رو ضخیم میسازه. ایتالیک یک بغل هم میسازه. اندرلاین زیر خطی میده. استریپت رو بالای متن ما خط کش میکنه. سب اسکریپت قاعده تنظیم میکنه و سوپر اسکریپت تمام. در قسمت هم انواع استایل های فونت ما موجود میباشه، میتونیم استفاده بکنیم. میتونیم همه را به شکل دلخواه تعیین بکنیم. اوتلاینش رنگ باشه، شادو سایه داشته باشه نداشته باشه، ریفلکشن انعکاس داشته باشه نداشته باشه، گلو رنگ چهار اطراف چی نبود باشه. دستوری بعدی به نام هایلایت میباشه. هایلایت برای ما نشانه میکنه. در صورت خواسته باشیم یک قسمتی از پاراگراف نشانه شود، از دستوری هایلایت استفاده میکنیم. فرضاً ما میخوایم پاراگراف آخریم چی شود؟ نشانه شود. بالای دستوری هایلایت کلیک میکنیم. دستوری بعدی به نام فونت کالر میباشه. در صورت خواسته باشیم بالای متن خود یک رنگ را تطبیق بکنیم، از دستوری فونت کالر استفاده میکنیم. و قصد چنین کار متن خود انتخاب میکنیم، در این آمده رنگ مورد نظر بالای متن تطبیق میکنیم. دستوری بعدی به نام کلیر آل فارمتینگ میباشه. کلیر آل فارمتینگ چی میکنه؟
هر آن نوع تغییراتی که ما بالای متن آورده باشیم، بولد ساخته باشیم، ایتالیک ساخته باشیم، اندرلاین داده باشیم، استریپ درو داده باشیم، بزرگش ساخته باشیم، کلیر آل فارمتینگ پس به حالتی اول میاره. دستور بعدی به نام سنتنس است. شروع جمله با حروف بزرگ نوشته شود و ما بقیه جمله با حروف کوچک نوشته شود. لاورکیز شروع جمله با حروف کوچک نوشته شود تا ختم جمله با حروف کوچک نوشته شود. اپرکیز شروع جمله با حروف بزرگ نوشته شود تا ختم جمله با حروف بزرگ نوشته شود. کپیتالایز ایچ ورد شروع هر کلمه با حروف بزرگ نوشته شود. توگلکیز شروع هر کلمه با حروف کوچک نوشته شود که درستش همین سنتنس می باشه. ایسا ما میتونیم بزرگ بسازیم، ایسا میتونیم کوچک بسازیم، ایسا میتونیم اندازه متن به شکل دلها تعیین بکنیم. در قسمت هم انواع فونت ها موجود می باشه، میتونیم استفاده بکنیم. نمیگه میخوایم در شروع هر پاراگراف یک علامه موجود باشه. در این آمده علامه مورد نظر انتخاب بکنیم. نمیگه از این علامه ها استفاده نمیکنم، میخوایم در شروع هر پاراگراف نمبر زده شود. در این آمده نمبر انتخاب بکنیم. نمیگه نمبر نمیخوایم ارقام رومی باشه، ارقام رومی ABC بزرگ ABC کوچک میتونیم استفاده بکنیم. میتونیم در شروع هر پاراگراف از هیدینگ هم استفاده بکنیم. نمیگه میخوایم متن در مرکز قرار بگیره، سمت راست، سمت چپ. نمیگه میخوایم متن منظم شه، یک خط پس است یک خط پیش، امیر میخوایم منظم شه. بالای دستور جاستیفای کلیک میکنیم، متن ما چی میشه؟ منظم میشه. نمیگه میخوایم فاصله بین هر خط تنظیم بکنیم. در این آمده فاصله بین هر خط چی میکنیم؟ تنظیم میکنیم که شکل استانداردش 1.15 باشه. ببینید دوستان عزیز، بین هر پاراگراف یک فاصله موجود می باشه. در صورت خواسته باشیم این فاصله از بین ببریم، در سه آمده remove space after paragraph میگیم. فاصله بین پاراگراف چی میشه؟ از بین میره. در صورت خواسته باشیم این پاراگراف فاصله بین پاراگراف رو دوباره افزود بکنیم، در سه آمده add space before paragraph میگیم. فاصله بین پاراگراف چی میشه؟ افزود میشه. در صورت خواسته باشیم برای متن خود بک‌گراند تعیین بکنیم، در این آمده بک‌گراند مورد نظر تطبیق میکنیم. نمیگه میخوایم هر پاراگرافیم دارای یک چوکات باشه. در این آمده بالای آل بار درس کلیک میکنیم. هر متن ما دارای یک چوکات میباشه. در صورت خواسته باشیم همین چوکات از بین ببریم، در این آمده بالای نو بار درس کلیک میکنیم. چی میشه؟ چوکات از بین میره. دستوری بعدی برای شمردن پاراگراف ها استفاده میشه. در صورت خواسته باشیم بفهمیم در صفحه ما چند پاراگراف است، از این دستور استفاده میکنیم. این برای ما میگه در صفحه ما چند پاراگراف موجود است. 1 2 3 4 5 پاراگراف میگه در صفحه ما چیست موجود است. دستوری بعدی به نام سورت میباشه. سورت برای ما منظم میسازه، نظر به عدد، نظر به متن. ما نظر به عدد کار میکنیم. داریم 1 داریم 3 داریم 5 داریم 8 داریم 2 داریم 4 داریم 7 داریم 8. یه عدد به شکل نامنظم نوشته شده. در صورت خواسته باشیم امیر منظم بسازیم، بالای دستور سورت کلیک میکنیم. و سورت هم به دو نوع صورت میگیره. ascending از طرف پایین به طرف بالا، descending از طرف بالا به طرف پایین. نمیگم ascending از طرف پایین به طرف بالا چه؟ سورت چه؟ بالای دستور اوکی کلیک میکنیم چی میشه؟ منظم میشه. نمیگم میخوایم از طرف بالا به طرف پایین سورت بکنیم. بالای دستور سورت کلیک کردن descending انتخاب بکنیم، از طرف بالا به طرف پایین چی میشه؟ منظم میشه. دستوری بعدی به نام left و right میباشه. در صورت خواسته باشیم فارسی تایپ بکنیم right انتخاب بکنیم، در صورت خواسته باشیم انگلیسی تایپ بکنیم left. دوباره متن آمد در صفحه میسازیم مساوی رند قوس باز قوس بسته اینتر. نمیگه میخوایم متن از سمت چپ فاصله بگیره، نمیگه از سمت راست فاصله بگیره. دستوری بعدی به نام هدینگ میباشه. در صورت خواسته باشیم یک متن عنوان قرار بدیم، از دستوری هدینگ کار بگیریم. فرضاً ما داریم عنوان به نام افغانستان. در قسمت داریم هدینگ 1 هدینگ 2 هدینگ 3. یا چی استفاده داره؟ هدینگ 1 برای عنوانای اصلی گرفته میشه، هدینگ 2 3 برای عنوانای فرعی. فرضاً عنوان اصلی ما چی است؟ افغانستان است. زیر نام افغانستان اگر عنوان داشتیم به نام کابل هدینگ 2 میگیریم. زیر نام کابل اگر عنوان داشتیم به نام مزار هدینگ 3 میگیریم.
حالا افغانستان رو هیدینگ چند میگیریم؟ هیدینگ 1. در صورت خواسته باشیم همین هیدینگ به شکل دلخواه تعیین بکنیم. در این آمده بالای کردیت استایل کلیک میکنیم، زیر نام چی هیدینگ ایجاد شود؟ زیر نامی امیر. بالای مودیفای کلیک میکنیم، میگیم فونتش 721 باشه، بولت هم باشه، اندرلاین هم داشته باشه، در مرکز قرار بگیره، رنگش هم سرخ باشه. مستقیم بالای اوکی کلیک میکنیم، زیر نام امیر یک دانه فونتی ببخشید زیر نام امیر یک هیدینگ ایجاد کردیم. دقیقاً گفته بودیم رنگش سرخ باشه، در مرکز قرار بگیره، فونتش 721 باشه، بولت هم باشه، اندرلاین هم داشته باشه. میایم بالای دستوری بعدی به نام فاین باشه. فاین برای ما پیدا میکنه. میگیم چی رو پیدا بکن؟ میگیم کلمه دی رو برای ما پیدا بکن. میگه در این صفحه 22 دانه دی موجود است. در این پاراگراف ها در صفحه 1 زیر نام افغانستان میگه امی دی رو پیدا کردم و چی رو جایگزین بکنم؟ میگیم با اد جایگزین بکن. اگر یک دانه بشه ریپلیس میگیم، اگر چندین دانه باشه ریپلیس آل میگیم. حالا 22 دانه دی موجود است در صفحه ما، چی میگیم؟ ریپلیس آل میگیم. میگیم 22 دانه دی میخوای به اد تبدیل شود؟ میگیم بله. 22 دانه دی چی شد؟ به اد تبدیل شد. در قسمت توسط علامه های سرخ برای ما نمایش میده. دستوری بعدی به نام سلیکت آل میباشه. سلیکت آل هر آن چیزی که روی صفحه باشه برای ما انتخاب میکنه. دستوری بعدی به نام سلیکت آبجکت میباشه. تنها شیپ و شکل برای ما انتخاب میکنه. با قصد چنین کار وارد تب اینزرت میشیم، چندین دانه شیپ در قسمت ترسیم میکنیم، یک دانه، دو دانه، دوباره وارد تب هم میشیم، بالای دستور سلیکت آبجکت کلیک میکنیم. تنها برای ما شیپ و شکل انتخاب میکنه، متن برای ما انتخاب نمیکنه. دستوری بعدی به نام سلیکت تکست وید اسمایلر فارمتینگ میباشه. متن را برای ما انتخاب میکنه که دارای رنگ مشابه است، متن را برای ما انتخاب میکنه که دارای رنگی مختلف است. با قصد چنین کار پاراگراف خود انتخاب میکنیم، بولدش میسازیم، بزرگش میسازیم، یک رنگ هم بالش تطبیق میکنیم و مستقیم بالای دستور سلیکت تکست وید اسمایلر فارمتینگ کلیک میکنیم. دقیقاً متن را برای ما انتخاب کرد که دارای رنگ مشابه است، متن را برای ما انتخاب کرد که دارای رنگ مختلف است. دستور بعدی به نام سلکشن پن میباشه. شیپ های روی سفر برای ما هاید و شو میکنن. و قصد چنین کار وارد تب اینزرت میشیم، چندین دانه شیپ در قسمت ترسیم میکنیم، یک دانه، یه هم دو دانه، دوباره وارد تب هم میشیم، بالای دستور سلکشن پن کلیک میکنیم. در صورت خواسته باشیم این شیپ های روی صفحه هاید شوه، پنهان شوه، برای هاید آل کلیک میکنیم. شیپ های روی صفحه چی میشه؟ هاید میشه. در صورت خواسته باشیم نمایش داده شوه، بالای شو آل کلیک میکنیم، دوباره برای ما چی میشن؟ نمایش داده میشن. در صورت خواسته باشیم همین شیپ ها را یک دانه هاید بکنیم، در قسمت کلیک میکنیم. در صورت خواسته باشیم دوباره نمایش داده شوه، در قسمت کلیک میکنیم. درس خود خاتمه میبخشیم از تب اینزرت.